امیر گنگستر اومدیم امروز با آموزش چیت در کلاچ. ببینید دوستان، این الان ماشین سوپرا منه. همینطور که اینجا میبینید خرید رو باید بزنیم که نداریم، پول ندارم اصلا، کلا فکر کنم اصلا پول ندارم. من یه دونه پیکان دارم تو کل بازی، یعنی هیچ ماشینی ندارم. تازه بازی ریختم یه پیکان دارم، انتخابش میکنیم. خب وقتی انتخاب خود رو کردیم برای هک کردن گیم، ببینید همینطور که رو پیکانه میای اون ماشین مورد نظر، مثلا آرسیو که نمیشه، آرسیو نمیشه خرید، ولی نگاه کن من دارمش. میای رو پیکانت که اینجا گزینه انتخاب بیاد، اینجا گزینه انتخاب بیاد. وقتی اومدی اینجا میای و همزمان اینجوری ببین جای دستمو اینجوری میزنی روی 26 آرسی و انتخاب. ببین نشد همینجوری هی میزنی تا انتخاب بشه. من پول نداشتم ولی 26 آرسی رو کامل آوردم، همه چیشم اوکیه. ببین حتی همه اینا هم مفتیه، مجانیه. یا مثلا اگه اینجا باشی نمیتونی، ببین هیچ جوره نمیتونی، باید بری رو ماشینی که داری. بعد هر ماشین، من پیکان ندارم، بیا نیسان، ببخشید نیسان گرفتم. یا مثلا همون سوپرا، عشق میکنم به خدا با سوپرا. دیدید سوپرا که نداشتم و گرفتم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و حالا اگه لایکا به 300 تا برسه چیت ارتقا هم براتون میذارم. دمتون گرم برا بچ، بای.